آدمای بد زیاد دنبال قدرت هستن، آدمای خوب نیستن زیاد دنبال قدرت. به خدا میترسن. سخن از حضرت علی کرم الله وجهه است که میگه بار مسئولیت است، اگر این قدرت به مینالینای کنی خودم برابر نمیکنم. آدمای بزرگ مسئولیت فکر میکنن که شان رنج میکشن که ولی بار چطور ببرن. اما آدمای مریض در بدر هستن، رشوت میتن، پیسه میتن، چاپلوسی میکنن، حلقه کشورهای دیگر به گوش میکنن که به قدرت برسه، مردم فریب میتن از عزت خود، از آبروی خود، از شرف خود. این دیگه بیدینی چیزایی نیست که خود دیگه ما بگیم کلتان تجربه داریم. در بدر قدرت است و برعکس دیگه گپام است. نظامم که بد باشه تا اگه خوبم قرار میگیره اکثر نوع آدم بد میشه. شما میشنیدین دیگه نظام قسمی بود، تو میری در نظام اگر رشوت نخوری جایی نداری، دیگه سرت را جوری میکنه، اگر بد نشی مثل خودشان.